یه دختر داشتی همین چند وقت پیش آوا نوزه توش کردن گفتیم دیگه بابا یه بیده میخونه شو ایف بابا ممه دخترم گفتم چه بهش گفتم نگاه کن دست سیاه و سفید توی خونه نمیزنی آوا تی خونه شو برا پوسیدی ای کار بی اسا کشمی منو بهش گفتم نگاه کن بپا یه کار نکنی که کار بی اس بکشه دادم بپا تو خونه ایشو بر بگی بخو بخو دست به سیاه و سفید نزد برو بهش بگو واسه یکی بگیره که کار خونه را واسه بکنه میتو کلفت چی ولکو آمو تا که میخواد کار بی اس بکشه داد با خیر ببونه ای دو مادبام همه کار کرد ای بچه میخوره دا میخوابه دا میره سفرم میاد میگیره دوباره میخوابه دا علی وای یه عروس دارم گوش بده یه عروس دارم ای تنلا خاک رفته یه عصیب فکر ای پسری منی هرو سفر آنچنانی میره دا عصیب دسته به سیاه و سفید میزنه وای سرم درد گرفت بخورا بخواب کاریشه خدا نگهداریشه و یا حضرت عباموم این بچه ما چندی پول داره می کارتش به بانک مرکزی وصله این من الله خاک رفته یه شب که هیچ وقت عمر سال بهش حرف نمیزنه که بگه الهی تن لا خاک بره لا خاک رفته یه دشو بردم گناه داره رانیم برم به قرآن چیکا کنم اون دختر ما خودم سری عقل بردمش ولی ده آخه پسر ما چیکا کنم به پسر اونو اسم من هدیه نیام جلوی چشام